برنامه ملی برق سولاری و آبگرمکن‌های آفتابی برای منازل رهایشی با منظور رفع کمبود انرژی برق، کاهش آلودگی هوا، ایجاد مارکت برای سکتور خصوصی و همچنین رفع نیازمندی‌های مشترکین برق، در افغانستان برشنا شرکت برنامه ملی برق آفتابی و آبگرمکن‌های آفتابی را آغاز نموده است. این برنامه ابتدا در کابل و سپس در سایر ولایات قابل اجرا می باشد. چگونه می توانیم سولر روی بام و بایلر آفتابی را به دست بیاوریم؟ شرایط: متقاضیان باید مالک جایداد باشند. بام متقاضی مقاومت برداشت تجهیزات و فضای مناسب برای نصب را داشته باشد. بام متقاضی سایه رخ نباشد. ذخیره آب بالای بام متقاضی موجود باشد. جهت نصب آبگرمکن سیستم پایپکشی در ساختمان موجود باشد. جایداد متقاضی دوایی نباشد. متقاضی مقروض برشنا نباشد. متقاضی باید جایداد خویش را ثبت و راجستر نماید. راهنمود: متقاضی ابتدا به وبسایت برشنا www.dabs.af مراجعه نموده و از میان شرکت‌های ثبت شده به یک یا دو شرکت جهت سروی جایداد درخواست دهند. سروی این برنامه ملی برای شهروندان رایگان انجام می‌گردد. متقاضی باید فرمه درخواست را از ماموریت انرژی قابل تجدید برشنا دریافت نموده و یا آنلاین در وبسایت برشنا خانه‌پوری نماید. ظرفیت و قیمت پروژه محاسبه می‌گردد. در صورت موافقت متقاضی با قیمت، قرارداد سه جانبه میان برشنا، متقاضی و شرکت تطبیق کننده به امضا خواهد رسید. با آغاز کار، متقاضیان باید از مجموع قیمت 50% آن را به صورت پیش پرداخت و 50% باقی مانده را طی بل صرفیه به اقساط 3 ساله پرداخت نمایند. برشنا آورنده روشنی ها.